سلام. تو این ویدیو قرار نحوه کار کردن با اتریوم ترانسفر یاد بگیریم. یه ابزار سویپر بات در واقع که برای شبکه اتریوم نوشته شده. اینکه سویپر بات ها چی و چه شکلی کار میکنن و به چه دردی میخورن رو توی نسخه دوم مجله زنجیره فناوری توضیح دادیم که لینکش توی دیسکریپشن هم میتونید دانلودش کنید. برای استفاده از این ابزار وارد لینک ریپو میشیم ethereum transfer و اینو نیازه که کلون کنیم. برای دانلود کردنش اگه گیتاب روی سیستمتون نصبه که میتونید با استفاده از این لینک کلونش کنید، اگه نه میتونید دانلود زیپو بزنید و فایل زیپ شدهش رو دانلود کنید. من CMD رو باز میکنم. یه پوشه میسازم به اسم test-tool. وارد پوشه میشم و با کامند گیت کلون و اضافه کردن لینک ریپو اینو کلون میکنم و اگه DIR بگیرم میبینم که یه پوشه اتریوم ترانسفر اینجا اضافه شده که وارد پوشه میشم و اینجا دسترسی دارم به فایل ها. برای ادیت کردن فایل ها شما میتونید از خود پایتون آیدی استفاده کنید یا VS Code یا بقیه ادیتور رو. ما برای استفاده از این ابزار یه سری پیش نیازا داریم که اینجا لیست شده. یکیش پایتون ورژن 3 به بالا و یکیش هم نصب کردن کتابخونه‌های web3.py که مربوط به انجام ترانزکشن و اینا میشه. اینکه موجودی که پول بتونیم چک کنیم و بتونیم اون رو انتقالش بدیم. من VS Code رو باز میکنم. اینجا یه سری فایل داریم که اولیش requirement.txt برای استفاده از این میایم با دستور pip install-r requirement.txt این دستور رو توی پوشه اتریوم ترانسفر اجرا میکنیم. بعد از اجرا کردن این دستور در واقع کتابخونه‌های مورد نیاز با ورژنی که نیاز داریم نصب میشه و من چون اینا رو از قبل نصب کردم نیازی نیست که دوباره اینو انجام بدم. بعد از نصب کردن کتابخونه ما نیاز داریم که فایل کانفیگ رو ادیت کنیم. در واقع این ابزار برای دو حالت کار میکنه. یکیش با API کی اینفیورو و یکیش هم گنش مود. گنش مود یه ابزاریه به صورت لوکال که میتونید از این لینک دانلودش کنید که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدم. در واقع این ابزار یه بلاکچین لوکاله که به شما یه سری آدرس که موجودی اتریوم داره روی شبکه تستنت به شما دسترسی میده که میتونید اینو برای تست کردن ابزارتون استفاده کنید که اگه روی کلید سمت راستش هم کلیک کنید میتونید دسترسی به پرایوت کی داشته باشین و بتونید ترانزکشن انجام بدین و کار مختلف انجام بدین. برای دانلودش میتونید از این وبسایت دانلود کنید. من چون از قبل نصب کردم اینجا بالا اومده که اینجا آدرس و مقدار موجودی و پرایوت کی رو مشاهده میکنیم. خب ما اینجا اگه بخوایم از گنش استفاده کنیم نیازه که گنش ما ترو باشه. اگه بخوایم از این فیور استفاده کنیم نیازه که این ترو رو فالس کنیم. حالا این فیور رو چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ و وارد وبسایتش بشیم. این فیور داتایو. بعد از اینکه لاگین کردین تو بخش API keys اینجا یه گزینه create new API key داره که من چون اون ماکسیموم نامبر اف API key که میتونستم تو حالت بیسیکش حالت به اصطلاح فریش بسازم و کامل ساختم به اون تعداد نمیتونم API key جدید بسازم. اگه شما کلیک کنید یه نیم ازتون میگیره و میتونید یکی جدید جنریت کنید. بعد از این موضوع میاین اینجا API باز میکنیم. اینجا نیازه که یه سری تنظیمات انجام بدیم. این قسمت API که مورد نیاز رو کپی میکنیم و توی این متغیر قرار میدیم. مورد بعدی اینه که ما endpoint هامون رو انتخاب کنیم. در واقع قراره که با این API که به چه شبکه ریکوست بفرستیم یا چه شبکه بررسی کنیم، اتریوم، پولیگون، اپتیمیسم یا چه شبکه. حالا این تست نت باشه مین نت هم باشه مهمه. اینجا هر شبکه که میخوایم ما تیکشو میزنیم و سیو میکنیم و کار دیگه نیاز نیست انجام بدیم.
ما چون میخوایم ابزار رو گنش تست کنیم پس نیازی به اینفیور API کی هم نداریم. یه نکته دیگه که مهمه اینه که پورت گنشتون با پورتی که اینجا هست باید یکی باشه. برای مثال برای من روی 8545 اما شاید برای بعضی 7545 یا بقیه پورت باشه. بعد از اینکه این تنظیمات رو انجام دادیم نیاز داریم که آدرسایی که قرار ازش پول برداشت کنیم و آدرس مبدا و مقصد رو به اصطلاح وارد کنیم. برای مثال ما اینجا 100 تا اتر توی آدرس اول داریم که آخرش 592. ما میایم آدرس اینو کپی میکنیم و توی این قسمت قرار میدیم. توی قسمت پایینش میایم کلید خصوصی این کیف پول هم قرار میدیم. در واقع ما میخوایم از این آدرس پول برداشت کنیم، این قسمت یعنی به اصطلاح آدرس مقصد واریز کنیم که آدرس مقصد هم اینو قرار میدیم و اینو سیو میکنم. اگه اینجا دقت کنید بالانس هر دو تا کیف پول 100 ETH. حالا توی قسمت ما میایم وارد main.py میشیم و نرم افزار رو اجرا میکنیم. نرم افزار اول استارت شد، بعد اومد گس فیو چک کرد و پرینت کرد و بعد مقدار بالانس رو خوند. بعد از اینکه مقدار بالانس رو گرفت ترانزکشن رو انجام داد و الان منتظر یه دوباره مقدار بالانس یعنی بالانس آدرس کیف پول قربانی رو دوباره چک کنه. اگر مقدار جدیدی بهش واریز شده بود و دوباره بتونه انتقال بده. اگه اینجا هم چک کنید تمام 100 تا اتریوم اومده اینجا توی آدرس دوم که میشه آدرس مقصدمون و این از 100 تا شده 200.